حامل القرآن قد خصك الرحمن. ادغام متماثلین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه ادغام متماثلین. سوال: کدام وقت ادغام متماثلین می شود؟ جواب: هر وقتی که دو حرف یک خیله که یکمش با سکون باشد و دویمش با حرکت رو به رو آیند، در این حالت حرف یکم به حرف دویم در آورده خوانده می شود که این را ادغام متماثلین می گویند. مثال: کلمه های قلوبهم مرض. ببینید کلمه یکم با حرف میم تمام می یابد و آن حرکت ندارد و کلمه دویم با حرف میم آغاز می شود که آن حرکت دارد. در این حالت حرف میم اول به میم دویم ادغام کرده، یعنی در آورده خوانده می شود. قلوبهم مرض. مثال دیگر: کلمه های اذهب بکتابی. ببینید کلمه یکم با حرف ب تمام می شود و کلمه دویم با حرف ب آغاز می یابد. حرف ب اول را به حرف ب دویم ادغام کرده می خوانیم که چنین خوانده می شود: اذهب بکتابی، اذهب بکتابی. خلاصه هر وقت که دو حرف یک خیله روبرو آیند که حرف یکم به حرکت و حرف دویم با حرکت باشد، حرف یکم را به حرف دویم ادغام کرده، یعنی در آورده خوانده می شود. ایضاح: دوستان عزیز، اگر حرف های مد روبرو آیند، حرف های مد از این قاعده بیرون می باشند، یعنی این قاعده عمل کرده نمی شود. مثال: کلمه الذی و کلمه یوسوس. ببینید حرف یا یکم الذی که حرف مد می باشد و حرف یا دویم که خود حرف خوانده می شود یوسوس، در این حالت ادغام متماثلین نمی شود، به سبب آنه که یایی که در کلمه الذی آمده است این یا مدی است و طرز درست خواندنش این است: الذی یوسوس، یعنی مد کشیده می خوانیم الذی بعد یوسوس. اگر یای اول را به یای دویم در آورده خوانیم الذی یوسوس، این خطا می باشد. یا حامل القرآن. علامت های قرآنی این قاعده: حرف اول به سکون می آید و حرف دویم با تشدید می آید. یا حامل القرآن. اکنون بیایید مثال های این مد را با هم دیده برآییم. وقد دخلوا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم يدرككم الموت يكرهن. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. اگر سوال ها باشد در زیر نوار بنویسید، فرصت پیدا کردیم به آنها جواب می دهیم. در آخر دست برداشته از خداوند طلب آن را می کنیم که خداوند آموختن این علم را به شما آسان می گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.